در روز نخستین دعوت تیرماهی جوانان به صف ارتش ملی نقشه دعوت در جماعت‌های دهاتی وارخ و چرکای شهر اسفره بر زیاد تامین گردید. در جماعت دهاتی وارخ شهر اسفره به مناسبت گسیل نوسکران چوربینی با شکوه برگزار شده. دلواران وارخی و چرکوهی با سربلندی و افتخار از وطنداری در نزد والدان و همدهگان خود پهلو به پهلو در صف ایستاده. با این اقدام جوانمردانه نشان دادند که به دولت و ملت خود صادق هستند. مسئولین جماعت دهات وارخ و سابقه‌داران و والدان دعوت شوندگان ضمن برآمد خود خدمت در صف ارتش ملی را مکتب مردانگی عنوان نموده با افتخار زیاد اظهار داشتند که جوانان وارخ در حمایت مرز و بوم وطن خویش همیشه باید در صف پیش باشند. مدت 5 سال است که در روز اول نقشه دعوت در جماعت دهات وارخ شهر اسفره بر زیاد اجرا کرده می شود. این دستاورد از حیث بلند وطندوسی، افتخار ملی، خودآگاهی و خویشتن‌شناسی و نشانه تطبیق سیاست عاقلانه و دوراندیشانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شرایط وارخ و چرکوه دلالت میکند. فرزند من بعد از ختم مکتب میانه رقم 59 دهه وارخ با امر وجدان و خواهش دل به صف ارتش ملی رفته ایستاده است. من از آن فخر میکنم که چنین فرزندی دلیر شجاع را تربیت کردم. چنانه که پیشوای ملت جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بارها در برآمدهای خود تاکید میکنند حفظ حمایه این آرامی و صلح و ثبات وظیفه جانی هر یک فرد تاجیکستانی میباشد. این صلح و ثبات به آسانی به دست نآمده است. باید که ما فرزندان خود را در روح وطن دوستی تربیت نموده برای خدمت وطن دائما تیار کردن مادر. در معرکه گسیل نوسکران در جماعت دهات وارخ والدان و سربازانی از خدمت برگشته قدردانی کرده شدند. سابقه‌داران جنگ و مهنت و در عموم خرد و بزرگ این گوشه دیار بهشت آسایما همراه با نوسکران تا دیرگاه سرور و شادمانی نمودند. محافظان وطن که امروز اختیاراً به خدمت حربی میروند نمونه عبرت نسل معاصر بوده. سرچشمه افتخار و سربلندی پدران و مادران خویشند. بهادران وارخی را با شادی و سرور و افتخار از این وطن آباد و صاحب استقلال به صف قواهای مسلح مملکت گسیل نمودند. خدمت به وطن مادر قرض جانی هر یک جوان مرد می باشد. در قطار دهها جوانان دلیر و شجاع وارخ زمین برای خدمت آماده هستم. جوانان متین اراده باید در صف ارتش ملی خدمت نموده از آب و تابی حربی گذرند، مرز و بوم وطن عزیز را حمایت کرده توانند. در یک وقت ما جوانان باید دستاوردهای استقلال را همچون گوهرکی چشم احتیاط نموده برای خدمت دائما آماده باشیم. این از قرض جانی هر یک جوان مرد در نزد مادر وطن. در جماعت دهات چرکوی شهر اسفره در روز نخستین آغاز معرکه دعوت جوانان به صف قواهای مسلح اجرای نقشه بر زیاد تامین گردید. خرد و بزرگ جماعت دهات چرکو همراه دلاوران در راهپیمایی اشتراک نموده به معرکه گسیل نوسکران شکوه خاصه بخشیدند. زیرا خدمت به وطن مادر رسالت جوانمردی و قرض شهروندی هر شخص خودشناس به شمار می رود. من به خواهش خودم به خدمت حربی می روم. خدمت مکتب شجاعت و مردانگی می باشد. رفتن به خدمت این قرض است. به همسالان خود گفتنی هستم که وطن را دوست دارید و آن را حمایت و عزیز دارید. هر ذره خاک آن، هر قطره آب آن برای هر یکی ما گوهر نایاب می باشد. امروز جوانان چارکو به خدمت حربی وطن مادر آمادند، زیرا آنها وطن مادر خود را دوست می دارند و برای حمایت آن همیشه آمادند. در جمع آمد تنتنوی از جانب مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر اسفره قید گردید که قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطندوستی شهروندان در نهاد خرد و بزرگ محبت به وطن، صداقت به این سرزمین و حس وطندوستی جوانان را دوچند نموده است. سالهای آخر در جماعت دهات چرکو به مسئله تربیت جوانان در روحیه وطندوستی و افتخار ملی توجه خاص ظاهر شده است. در هر عائله جوانان سین دعوتی با خواهش خود به خدمت حربی روانه می‌گردند. این نشانه واضح دوستداری وطن مادر و جانبداری از سیاست پیشگرفته حکومت کشور در این منطقه حساس میباشد. اوضاع زودتغییربنده جهان تقاضا میکند که از هر وقت بیش ما وطن دوست باشیم. برای حمایت مرز و بوم، حفظ دستاوردهای زمان صاحب استقلالی و هر یک وجب زمین دیار اجدادیمان همیشه آماده باشیم.
این مسئولیت رو دلواران جماعت دهات وارخ و چرکای شهر اسفره خوب درک نموده هر سال اختیاراً به خدمت حربی سفربر میشوند. تشبث جوانمردانه دلواران وارخ و چرکا نمونه عبرت نسل جوان بوده. جوانان سین دعوتی دیگر منطقه‌های مملکت با آنها پیروی میکنند. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر اسفره با جوانان جماعت دهات وارخ و چرکا که با کورس‌های کوتاه مدت رانندگی فرا گرفته شده بودند، امروز در وضعیت تنتنوی شهادتنامه‌های رانندگی سپرده شدند. چاره‌بینی گسیل نواسکران در شهر اسفره با اجرای تمام عنعنه‌های دیرین آن برگزار گردید. برنامه رنگین فرهنگی با این چاره‌بینی شکوه و شهامت خاصه بخشید. جوانان وارخ و چرکا با سرفرازی و افتخار بلند ملی به خدمت حربی گسیل کرده شدند.